Advanced Setting. تا اینجا قسمت‌هایی از پایان‌نامه رو آماده کردیم. در درس قبلی هم نحوه نوشتن فرمول رو یاد گرفتیم. اگه فایلمون رو مرور کنیم، قسمت‌هایی رو که تا اینجا آماده کردیم رو با یک مرور سریع میتونیم ببینیم. فرمولی رو که درس قبل نوشتیم اینجا داریم. البته این فرمول دارای یک عنوان یا کپشن شده و مشخص میکنه که رابطه اول از فصل اوله. در این درس میخوایم نحوه کپشن گذاری یا عنوان گذاری برای یک فرمول رو یاد بگیریم. برای این کار به انتهای صفحه میریم. در پایین این خط میخوایم رابطه دوم فصل اول رو تایپ کنیم. به همین دلیل در انتهای کلمه پیدا می شود کلیک کرده و 2 بار از صفحه کلید اینتر رو فشار میدم. به شما توصیه می کنم در فرمول نویسی از یک جدول که دارای یک سطر و 2 ستون استفاده کنید. این کار به شما اجازه میده تا فرمول ها قالب و ساختار یک پارچه و منظمی داشته باشند. برای ایجاد جدول به تب یا برگه اینسرت برید و در گروه تیبلز گزینه تیبل رو کلیک کنید. میخوایم جدولمون یک سطر و 2 ستون داشته باشه. پس یک سطر و 2 ستون رو انتخاب میکنم. حال جدولمون درج شده و میتونیم در خانه سمت راست کپشن و در خانه سمت چپ خود فرمول رو قرار بدیم. ابتدا فرمول رو تایپ میکنم. برای تایپ فرمول لازمه در خانه سمت چپ کلیک کنم و برای نوشتن فرمول به تب یا برگه اینسرت رفته و از گزینه سیمبلز ایکویشن رو انتخاب می کنم. حال شروع به تایپ فرمول می کنم. D مساوی رو تایپ کرده. برای تایپ X با اندیس پایین به گزینه اسکریپت رفته و گزینه ساب اسکریپت رو انتخاب می کنم. ادامه فرمول رو هم به همین روش تایپ می کنم. خب فرمول یا رابطمون رو تایپ کردیم، اما میخوایم ترازبندی اون رو تغییر بدیم. در اینجا من میخوام فرمول در سمت چپ خانه قرار بگیره. پس رابطه یا فرمول رو با درگ کردن انتخاب میکنم. و از شما میخوام به تب یا برگه لیاوت برید و گزینه الاینمنت رو انتخاب میکنم و از شما میخوام گزینه الاین سنتر لفت رو انتخاب کنید تا متنمون به لحاظ عمودی وسطچین و به لحاظ افقی چپچین بشه. حالا میتونید ببینید که متنمون در سمت چپ ستون مورد نظر قرار گرفت. و حالا فقط لازمه که برای فرمولمون یک کپشن قرار بدیم. برای قرار دادن کپشن کل جدول رو انتخاب میکنم. بعد به تب یا برگه رفرنسیز رفته و گزینه اینسرت کپشن رو انتخاب کنید. کادر مکالمه کپشن باز میشه. قبلا با این کادر کار کردیم و با اون آشنایی دارید. در لیست باکس لیبل کلیک میکنم. در این قسمت میتونید لیبل های موجود و لیبل های تعریف شده رو ببینید. ما باید از رابطه استفاده کنیم. پس از شما میخوام رابطه رو انتخاب کنید. و از اونجایی که در قسمت نامبرینگ گزینه اینکلود چپتر نامبر تیک خورده. فصل بندی یا بخش بندی در شماره گذاری یک رابطه تأثیر خواهد گذاشت و در پیشنمایش هم میبینید که این رابطه دوم فصل اوله. حالا کافیه با کلیک کردن بر روی دکمه اوکی کادر رو ببندم. میبینید که کپشن رابطه در پایین جدول اضافه شد. برای اینکه اون رو به داخل جدول انتقال بدم انتخابش میکنم. برای انتقال اون از صفحه کلیدهای کنترل X رو که معادل دستور کات هست فشار میدم. حالا لازمه در خانه سمت راست کلیک کرده و این بار از صفحه کلیدهای کنترل وی رو که معادل دستور پیست هست فشار میدم. البته نباید خطوط این جدول در پایان نامه نمایش داده بشه. بنابراین جدول رو انتخاب کرده. به تب یا برگه دیزاین رفته. در گروه بوردرز گزینه بوردرز رو انتخاب کرده.
نهایتاً از منوی باز شده گزینه نو برده رو انتخاب کنید. حالا ما رابطه و عنوان رابطه رو داریم. استفاده از جدول برای درج رابطه به شما کمک میکنه تا رابطه ها منظم و یکپارچه باشند. اما مانند تصاویر و اشکال داخل متن نیاز به یک اشاره به رابطه خاص دارید. به عنوان مثال در این خط به رابطه دوم فصل اول اشاره شد. من این ارجاع رو با درگ کردن انتخاب و بعد با فشار دادن کلید دیلیت پاک می کنم. حال برای ارجاع به رابطه مورد نظر کافیه به تب یا برگه رفرنسیز برید و بعد گزینه کراس رفرنس رو انتخاب کنید. در این کادر مکالمه ابتدا باید مشخص کنیم که به چه چیزی می‌خوایم رفرنس یا ارجاع بدیم. برای این کار در لیست باکس رفرنس تایپ کلیک می‌کنم. از اونجایی که قراره به یک رابطه ارجاع بدیم، بنابراین از شما میخوام رابطه رو انتخاب کنید و چون فقط میخوایم برچسب و شماره در متنمون درج بشه، به لیست باکس اینسرت رفرنس تو رفته و گزینه Only Label and Number رو انتخاب کنید. در قسمت For Which Caption می توانید لیست رابطه های موجود رو ببینید و رابطه مورد نظر رو که رابطه دوم از فصل اول است رو انتخاب کنید. نهایتاً با کلیک کردن بر روی دکمه اینسرت رابطه انتخاب شده در محل مورد نظر درج خواهد شد. سپس برای خروج از این کادر مکالمه بر روی دکمه کلوز کلیک می کنم. حال شما علیرغم اینکه با استفاده از امکانات فرمول نویسی ورد میتونید رابطه یا فرمول هاتون رو تایپ کنید، میتونید برای اونها یک کپشن یا عنوان درج کنید و البته به رابطه یا فرمول مورد نظر در متن هم ارجاع یا رفرنس بدید.